در جستجوی شناختم مبدأ، پردهای دیگر گشوده می شود، پردهایی که در آن انسان می پرسد چگونه راه به سوی او گشوده شد. اگر پرسیدی چگونه ما آدمیان راه شناخت او را یافتیم، پاسخ این است او خواست، او ظاهر شد، او خود را به خلق شناساند، نه از نیاز که از فضل، نه برای خود که برای ما. او بی نیاز است و ما سراپا نیاز، او نمیگید، او میبخشد، او کم نمیشود، ما افزوده میشویم. پس او آمد در میان ما، به زبان ما تا راه را نشان دهد. او پیام آوران را برگزید تا نور را در دلها بکارند و انسان را از نادانی برهانند. اگر گفتی چرا از آسمان سخن نگفت، چرا بی واسطه نخواند، پاسخ این است تو زبان او را نمیفهمی، نه او زبان تو را. او بیزبان میفهمد اما تو بیزبان نمیفهمی. پس پیام آوران آمدن در چهره انسان، اما در حقیقت فراتر از انسان. آنان جامه خاک نپوشیدند گرچه در چشم ما خاک بودند، آنان از جنس نور بودند تا نور را به ما برسانند. پس او آمد در میان ما، به زبان ما تا راه را نشان دهد. او پیام آوران را برگزید تا نور را در دلها بکارند و انسان را از نادانی برهانند. اگر پرسیدی چرا ما ناتوانیم، چرا بی واسطه نمیفهمیم، پاسخ این است او پیش از آغاز بود و ما نبودیم. او خواست که باشیم و ما شدیم، او خواست که بدانیم اما آموختیم. اما هر کس به اندازه ظرف جانش برخی شنیدند و آموختند، بالا رفتند و هرگز در تاریکی نیفتادند. برخی روی برگرداندند و در ظلمت فرو رفتند و برخی میان نور و سایه ماندند تا آزموده شوند و راه خود را بیابند. اما او در لطف بی پایانش هیچ کس را رها نکرد. فرشتگان پیام آوران و نشانه ها را پی در پی فرستاد تا حجت بر دلها تمام شود. پس او آمد در میان ما، به زبان ما تا راه را نشان دهد. او پیام آوران را برگزید تا نور را در دلها بکارند و انسان را از نادانی برهانند. او بی نیاز است اما ما به او نیازمندیم و هر که راه او را بیاموزد از نیاز رها